الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزتمند، امروزه درس ما و شما در بیان دعای هست برای از همه بدیها دور شدن، چگونه که سلسله احادیث ها و دعاهای از پیامبر به سمع شما میرساندم. امروز هم که باشد یک دعای را به سمع شما میرسانم. پیش از آغاز صحبت از همه شما خواهش میکنم دوستان عزیز در حفظ کردن، در ازیاد کردن این دعاها کوتاهی نکنید. چگونه که برای دنیا کوشش میکنه، سیر میکنه که تا که یک لقمه نان به دست بیاره، همه عذاب و همه مشقت تحمل میکنید. در کوشش غیرت و حفظ کردن این دعاها هم غیرت کنید. دوست داشتن الله مهربان و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و پیروی شریعت او حضرت می شود. نه اینکه اگر ما به زبان بگیم الله دوست می‌داریم، پیامبر دوست می‌داریم و طبق شریعت او رفتار نکنیم، این دلالت به دوست داشتن محبت خدا و پیامبر نمیکند. هر کسی هر چیزی را که دوست بدارد طبق او رفتار میکند. ما اگر به زبان وقتی میگیم الله دوست می‌داریم، باید به اسلام او تسلیم شیم. وقتی که میگوییم پیامبر دوست می‌داریم، باید این دعاها را حفظ کنیم، در زندگیمون تطبیق کنیم. و امروز هم که باشد به لطف الله مهربان این دعا را به سمع شما میرسانم. این دعا را حد اقل در یک روز یک بار بخونید تا که الله متعال در این روز بدیهایی که به سر شما میآید شما را حفظ کند، نگه بدارد. دعا چنین است: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعا کوتاه است. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعا را هر انسانی که در یک روز حد اقل یک بارم به اخلاص بخواند، الله متعال او بنده از همه بدیها حفظ می‌دارد. این دعا هم یکی از اسلحه‌ای است که مسلمان از بعض آفت و بلاها نگه می‌دارد. الله متعال همه ما و شما را به ازیاد کردن، به حفظ کردن، به خواندن این دعاها به اخلاص موفق بگرداند. آمین.